دوستان عزیز، ما قرار داریم در شهر نوسیبیرسک در سفر هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. پگاه دیگه 8 مارت من به 8 مارت کار ندارم، اما یک خواهره که من در شهر مسکو همچنین تورت های گوناگون کلوب میکنه، خلاص هر خیر بابانان هر ساز میکنه، تحفه میکنه. من فخر میکنم برای چی زنهای ما از کار غیظ برآمده شدن، از جون برماده هستند. به هم خاطر پیشستم که خدمت به خاطر دخترچه، به خاطر اولاد، به خاطر مادر همچنین تحفه زکات میکنی. از من بابا جان زنگ بزنی، همین خواهر بگو بابا جان مثلا دیدیم در کانالش دستگیری که. و در آخر ویدیو چی گفتم؟ فخر میکنم که چنین مادرها داریم. به خاطر خدا، به خاطر ماه شریف رمضان، به خاطر همچون زنهای پرهنر هم لایک کتاب بزنی تا هم چی میگن همو یک دستگیری از جانب ما شود، یک ذوق خواهرها را بیاریم که در کارهای همچنین تازه و هنرهای بیشتر چی میگن وقتی خشونه بگذرمان پناه بر خدا از او زنهایی که غجد و فاحشگی و جزیری کرده شدن در مسکو و مسکوسکی اوبلاست. بعد دستافکاشون به مسکو بیپلای به همه جوش و چی است و مسکوسکی اوبلاست خیلی با چی میگن خودتون صحبت میکنی. رقم داره اکران خواهر مقصد شوهر داره التماس و وقتی قیمت نگیری به خاطر خدا حرمت عزت مسلمانان تاجیک در رمضان فراموش نکنید. سلام علیکم.